بر اساس یادداشت تفاهم تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد ظرف مدت 30 روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خودش برمیگرده. این ترتیبات در حال اتخاذ هست، در حال اجرا هست و مسئولیت این ترتیبات با جمهوری اسلامی ایران هست و هیچ نهاد دیگری یا کشور دیگری در این خصوص مسئولیتی نداره بر اساس یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شده. هر گونه دخالت در این امر، هر گونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی ایران در جریان هست، تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز خواهد شد و ضریب تنش رو بالا خواهد برد، همونطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه‌هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری‌های شد. من از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنند، به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه. این مسئولیت دولت آمریکاست که بنا به تعهدی که در یادداشت تفاهم قبول کرده از طرف خودش و از طرف رژیم صهیونیستی که حملات این رژیم رو متوقف بکنه و اجازه بده خاتمه جنگ در همون جا هم مستقر بشه و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت بگیره که این هم یکی از مفاد بند 1 یادداشت تفاهم هست. با رویکرد جدیدی که ایجاد شده امنیت منطقه مهم خلیج فارس باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد توسط همه کشورهای منطقه و ما به یک چارچوب جدیدی که شامل همه کشورهای منطقه و بدون حضور و دخالت هیچ کشوری از خارج از منطقه باشه برسیم. در همین راستا از پیشنهاد جناب آقای فؤاد حسین برای تشکیل گفتگوهای بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ایران و عراق، آنچه که ایشون به عنوان 6 به اضافه 2 فرمودن، استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم که در این خصوص با دولت عراق همکاری بکنیم.